هفته گذشته یک فرد افغان در آمریکا 2 افسر گارد ملی آمریکا را در واشنگتن هدف تیراندازی قرار میده. یکیشون کشته میشه و دیگری زخمی است و کسی هم که این عمل را انجام داده فعلا زخمی و دستگیر شده. با پخش این خبر دیدیم که همه رسانه‌های آمریکا، همه میدیای غرب سر و صدا را انداختن که بله مهاجرین است و افغان هست و فلان است از این مسائل. اما آهسته آهسته واقعیت‌ها آشکار شد. اینکه این فرد یکی از همکاران نیروهای آمریکایی به ویژه سازمان استخبارات آمریکا CIA در دوران جنگ افغانستان بوده. این نیروها در سن 15 سالگی این شخص را استخدام میکنن. شما ببینید که از یک طرف داد میزنن حقوق کودک و نمیدونم حقوق انسان و اینا، یک طبق قانون غرب یک شخص نابالغ، یک کودک رو اینها بسیج میکنن برای همکاری با CIA. خب میدونید که از کودک ها میشه خوب استفاده کرد در جنگ ها، در جمع‌آوری استخبارات. این رو در قندهار جزء نیروهای قطعه 01 به اصطلاح یا 01 و 02 قطعات نظامی بود که گردانهای نظامی بود که اینها را آمریکا در اونجا افراد خاصی رو ویژه‌ای رو استخدام میکرد در اونجا و جنایاتی که اینها انجام دادن در افغانستان به هیچ کس پوشیده نیست. و این شخص و همکارانش و سازمان استخبارات آمریکا CIA و نیروهای آمریکایی و ناتو خاصا در شهرهای جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان و شرق افغانستان و در مناطق مرکزی جنایت‌های بزرگی رو بر علیه مردم بی‌دفاع، مردم غیر نظامی به بهانه اینکه اینها طالب هستن و با طالب همکار هستن و فلان انجام دادن و این شخص با اینها در طول این مدت در جنایات اینها شریک بوده. بعد این شخص رو از فرودگاه کابل بعد از فروپاشی نظام جمهوری آمریکا انتقال میده، نیروهای آمریکایی انتقالش میدن به آمریکا. در اونجا حالا مدارکی براش میدن و در یک شرکت تجارتی در اونجا کار میکرده و اینکه چه چیز سبب شده که این شخص این 2 افسر آمریکایی رو مورد هدف قرار بده. بعضی میگن فشارهای زندگی و اقتصادی و روحی و روانی و خلاصه. طبیعتاً هر انسان هر چقدر جنایتکارم باشه، هر چقدر ظالمم باشه، یک فطرت انسانی وجود داره در درون انسان که همیشه حتی با همون طواغیت و با همون جنایتکاران هم در خلوتشون با اونها کلنجار میره. یک جنگ درونی در درون اینها وجود داره. همه ما شاید شنیده باشیم که بعد از شروع جنگ در عراق و افغانستان بیش از 30,000 سرباز آمریکایی اقدام به خودکشی کردند. یعنی شما تصور کنید انسان چه جنایتی انجام داده باشه که به این اندازه با وجود اون همه سنگدلی و قساوتی که اینها دارن، با وجود اون تمرینات و تدریبات سختی که اینها میبینن، با وجودی که اینها به بیرحمی و قساوت و آدمکشی تشویق میشن، بازم وجدان اینها حالا یک وجدان 1% هم اگر داشتن سبب میشه که اینها نتونن اون زندگی رو تحمل بکنن و دست به خودکشی میزنن. و 10,000 از نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی که در عراق و افغانستان جنایت کردن امروز یا تحت درمان روحی روانی هستند یا با مشکلات جدی روحی روانی گلاویز هستند. خلاصه این واقعیتی است که نشون میده اینها چه جنایت‌هایی رو مرتکب شدن که ما از خیلی از اینها خبر نداریم. مثلا در عراق شما تصور بکنید 4-5 نفر سرباز آمریکایی وارد خانه یک عراقی میشن، پدر و مادر و برادر یک دختری رو که در اونجا حدود 17-18 ساله بوده میکشن
و بعد همه اینها به این دختر تجاوز میکنن و بعد از اون دختر هم میکشن و خونه اینها رو با آتش میزنن. حالا این 4 نفر یا 5 نفری که این جنایت رو انجام دادن چطور اینا شبها میخوابن؟ بعدن قضیهشون افشا شد و خلاصه به ظاهر میان اینها رو محاکمه میکنن و در آخر تبرئه میکنن و آزاد. اما اونها با وجدانشون، با اون فطرتی که در وجودشون هست، همیشه کلنجار میرن، یا خودکشی میکنن یا دیوانه میشن یا دست به جنایت میزنن. شما میدونید روزانه فقط در همین آمریکا بین 50 تا 100 نفر روزانه کشته میشه. روزانه، هر روز بین 50 تا 100 نفر در شهرهای مختلف آمریکا کشته میشه. اما جالب قضیه این است که این کشورهای طرفدار حقوق بشر و حقوق انسان و آزادی بیان یک جنایتی رو که یک شخصی انجام داده مثلا در آمریکا که جز خودشون بوده، نیروهای خودشون بوده و دست پرورده خودشون بوده، از سن 15 سالگی اونو تربیت کردن، بعد امروز گناه رو انداختن به گردن مهاجرین و به گردن مردمی که اصلا در این واقعه دخلی ندارن و سببی نمیشه ارائه کرد که اینها هم شریک جرم این شخص هستن. اما باید این عقده‌های درونیش و اینها به سر مردم خالی بکنن.